الکوری سه پنج پیدا بخار جان صدا میکنه. پنج با در کوری سه پنج با. اینه تو صدا میکنه. صدا میکنه. خوب هستی؟ قربان بخیر بش خار جان. سلامت بش خار. اسم شما؟ سهل. سهل جان تو ترکاری‌ها را مقبول چیندی؟ والا چی کنم خار جان ما رمضان است دیگه ما تو میشینیم مردم شوقش بیا بخره. شوقش بیا خوششان بیا نه؟ بله. میگم یه از روی کاسه خورده شده. دیگه پاک. خوبش مقبول که باشه دلت میشه بخیر. میشه که بخری ها. فروشت خوب است. خدا مهربان ناشکری نمیکنه ولی امروز شنبه بازار است چنون بازار نبود. چی میگی؟ والا. دین روز کم بود. بیا بازم خدا مهربان ان شاء الله صبا. دیگه روز خداست نه؟ هر روز خداست جان. روزا میگیری؟ ان شاء الله روزا میگیریم. والا چی درو بگم چیزی تانست میگیرم چیزی نشت نمیتونم نه والا. چند روز گرفتی بخیر؟ قبل 3 روز گرفتیم دیگه می چند روزش. دست در روزش خورده. 3 روز گرفتیم دروغ نمیگم برات. یعنی خوب است که می دروغ نمیگی. خیر بین خیر جان. بخیر بشین. اون میگه چند پنیر پس خاله. پنیر به خاله جان. ترکاریش خوب تازه است هر چی کار کن باشه است. چشم. دارم خاله جان چرا ندارم؟ این بچه منظم. دیگه چی خاله جان بس؟ کل چیز منظم. خیر بین خیر جان. چی؟ اون خاله ما یک پنجیر خرید. میام 5 روپیه. خیر باشه. مکتب میری بخیر. جان خواهر جان کار آینده نداره درس آینده داره میخوایم بخیر خدا بده مرا این کارا میلا میکنم درس میخونم بخاطر چی که درس آینده داره کارچونی هر وقت میشه هر وقت درس نبود میتونی کار نکنی که یک کارچی بگیری ترکاری بفروشی یک چیز و درس باز آخرش آینده داره آینده درسایت خوب پیش میره والا خوبه شکر میخونم درس خدا دیگه تنبلم نیستم متلاقم نیستم چندم نمره دوم هستم در گروه بی هستم بله خواهر جان زنده باشم سلامت باشم بخیر خیلی آینده چیکار میشی والا من ژورنالیست میشم خبرنگار بودم تقریبا 6-7 ماه گزارشگر بودم باز یک تحولات که شد دیگه اعلام شد نشد دفترم سقوط کرد اگه خوب صحیح ژورنالیسم بودم باز اعلام کردم نشد دیگه اگه در چنل یوتیوب بود کار میکردم خوب صحیح ماش خوبش هم داشتم چند تا میدادن مرا ما اول که رفتم 2 ماه 12000 میداد بعد از 16000 شد چقدر زیاد میدادن چنل یوتیوب رسانه مردم بود یک چنل یوتیوب بود های ما رو چرا کم میدن والا حالا دیگه زمانه تحقیق خود باید کم بوده دیگه هر وقت نظرش دیگه یگان تو ما میگن والا دلار میگیری یورو میگیری والا چی بگم دیگه یگان تو رو من بیام مصاحبه کنم چی میگه اوه ما کی تو مصاحبه کنم تو از یک مصاحبه با $100 میگیری $100 میگیری چی بگی دیگه مردم افغانستان هر کس هر رقم طرز فکر داره دیگه چی هر رقم است مردم خارج خونه میری نه والا نه همین ملک خدا آباد کنم ما چی کنیم درس بخونیم بهترین کشور همین کشور خود ماست افغانستان کشور خارج به درد نمیخوره چی میکنی دمی کشور خود آباد کو صحیح کشور مردم ما افغانای ما همش کلش میگی کلان شو جوان شو میرم کشور خارج چی میگین خارج آباد است مرد هستید کشور خود درس بخوان کشور خودت آباد کو والا خوبش میشه کل جوانای ما کنه مکتب تاسن منو میخونه اعلام تا میره ایران میره چی میگین ایران می درای کشته میشه یک چی میشه میره در کشور مردم مزدوری میکنه در کشور خودت مزدوری که کار کو یکی بگو صحیح کشور خود آباد کو کشور مردم خوبه نه دیگه کشور نه افغانستان برای ما خوبه بهترین جایه درس باشه مشکل نداره خارج بخیر باش خیر سلامت باش زنده باش سلامت باش خارج خیر میام چنان زنده باش چی کنم برو می باز لیلام کن لیلام کنم چش bayra ba